همیشه گفتن اولین قدم سخت‌ترین قدمه. این ویدیو اولین قدم من برای کانال جدیدمون هستش. سلام، اینجا از تهرونه. توی این کانال جدید قراره که به چی بپردازیم و هدفمون چی هستش. افرادی که خیلی خیلی خوب منو میشناسن میدونن که ویدیوهای زیادی رو در حوزه‌های مالی و به خصوص ارزهای دیجیتال و مسائل دیگه براتون قرار دادیم. حدود 400 تا ویدیو تا الان برای شما از حدود 3-4 سال پیش قرار دادیم. حدوداً همون 4 سال پیش میشه. اما کسایی که واقعا قدیمی تر هستن و من رو بهتر میشناسن میدونن که اولین فعالیت من توی فضای مجازی مربوط به کتاب بوده، یعنی معرفی کتاب و بررسی کتاب‌های مختلف. اما بنا به دلایلی صلاح دیدم که اون زمان اون رو تغییر بدم. اما الان فکر میکنم که زمان مناسبی هستش که دوباره برگردیم به حوزه کتاب و معرفی کتاب. اما این کانال قرار نیستش که به صورت یک طرفه و به قولی متکلم بعد حرکت بکنه. قراره که شما هم داخلش فعالیت‌هایی رو داشته باشید. قطعاً طول میکشه که بتونیم مخاطب‌های خاص خودمون رو که دنبال این ژانر بودن پیدا بکنیم، اما بالاخره پیداش خواهیم کرد. خب توی این کانال قراره که به چه صورتی فعالیت انجام بدیم. خب ممکنه که تغییراتی هم توی این مسائل باشه، ولی چیزی که مد نظر خود من بود این هستش که ابتدا به معرفی کتاب بپردازیم و یه مدتی رو برای مطالعهش وقت بذاریم، مثلا بگیم که حدوداً 10 روز آینده، و بعد که همگیمون با هم، یعنی من و شما همگی مطالعهمون رو انجام دادیم اون کتاب رو، بیایم و در رابطه‌اش صحبت بکنیم، بگیم که چی بود، چه اتفاقاتی داخلش افتاد، چه جاهایش جالب بود، چه جاهایش رو نپسندیدم، اصلا کتاب جالبی بود، ارزش مطالعه داره، ارزش مطالعه مجدد رو داره. در رابطه با نویسندش صحبت بکنیم، ویدیوهای مجزایی رو در رابطه با نویسندش صحبت بکنیم، در رابطه با چاپش، اینکه چه انتشاراتیش خوبه و همه چیز این کتاب ها رو میخوایم صحبت بکنیم، داستانشون، ببینیم که به چه صورتی حرکت میکنه. به نظر من نیازه که توی جامعه یه همچین کانالی هم وجود داشته باشه. من ندیدم فعلا جایی، شاید هم وجود داشته باشه. اما اینکه بتونیم با همدیگه یک انگیزه‌ای به هم بدیم که بتونیم مطالعاتمون رو افزایش بدیم، خیلی میتونه کمک کننده باشه. خب من قبلا شاید با دوستانم که به قولی می اومدیم رقابت میکردیم، هفتگی شاید چند تا کتاب میخوندیم، رکوردهای کتابخوانی رو با هم دیگه میزدیم، ولی خب الان بعد از گذشت چند سال شاید خیلی این مقدار کمتر شده و مطالعاتمون کمتر شده. الان فضای مجازی به سمتی حرکت کرده که به نظر من افراد خیلی کم حوصله شدن و اینکه فقط زمان کمی رو به یک نفر فرصت میدن که خودش رو اثبات بکنه. همین که شما تا اینجای ویدیو رو تونستید تماشا بکنید، البته اگر کسی باشه که تا اینجای ویدیو رو تماشا کرده باشه، بهتون تبریک میگم، چون هنوز به اون درجه توی فضای مجازی نرسیدید که حوصلتون تا اون حد پایین بیاد. الان هر کسی رو نگاه بکنید، حتی دیگه افراد نمیتونن فیلم تماشا بکنن با توجه به این مسائلی که داخل فضای مجازی دیدیم، سرعتی که انتقال اطلاعات داشته و کلا سرعتی که خیلی زیاد شده. میتونیم بگیم که خیلی تاثیرگذار بوده. فیلم ها رو هم میزنیم جلو و با سرعت های زیاد تماشا میکنیم، متن ها رو خلاصه میکنیم، کوچکترین چیزی رو دوست نداریم بخونیم، یک متن خیلی کوتاه رو میدیم هوش مصنوعی برامون کوتاه‌ترش بکنه که بخوایم مطالعهش بکنیم و مسائلی از این قبیل. به نظر من لازمه که بیایم و این رو تغییرش بدیم و به سمتی حرکت بکنیم که یه مقدار اصلاح توی این زمینه داشته باشیم. البته نمیخوام بگم که فضای مجازی، تکنولوژی و چیزهای از این قبیل بده، به هیچ عنوان. خیلی به ما کمک کرده. همین ویدیو رو هم شما دارید از همین مسئله، همین بستر تماشا میکنید و ازش استفاده میکنید. قطعاً مزایای به شدت خوبی داره، اما باید به صورت کنترل شده به نظر من استفاده بشه. البته این نظر شخصی من هست، شاید یک نفر مخالف این قضیه هم باشه. پس به طور کلی نظر شخصی خودم رو در رابطه با این روند کانال گفتم. در آینده، شاید تا روزهای آینده، ببینیم که نظرات شما چطوری هستش، کلا نظراتمون ببینیم که تغییر پیدا میکنه توی این زمینه ها یا نه. اما به صورت کلی همونطور که گفتم قراره که توی این کانال پیش بریم.
امیدوارم بتونیم با همدیگه کانال خیلی خوبی رو داشته باشیم، کتاب‌های خیلی زیادی رو بخونیم، شاید بتونیم روزی 15 سفر رو به عنوان مد نظرمون قرار بدیم که همه بتونن همراهی بکنن و با همدیگه پیش بریم و کلی کتاب تا سال آینده با همدیگه خونده باشیم. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.